بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را، که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، بار دیگر از خداوند بسیار توانا و بزرگ دعاگوی او هستم که خدای مهربان این ماه مبارک را از ما و شما قبول گردانه و از الله مهربان دعاگوی او هستم که خداوند که خیلی روزهای نزدیک به تمام شدن این ماه مبارک مانده است، خداوند تا آخر این ماه محبت‌های ما را، توفیق‌های ما را در نسبت بندگی خودش نگه دارم و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان بسیاری سختی ها و مشکلات هایی که در این دوران زندگی دامن بندگانش رو میگیرد، خدای مهربان این مشکلات ها و این سختی ها را هم از بالای بندگان دور بگردانی. الله مهربان گذشتگان من رحمت و مغفرت کنی، بیماری ها من شفای کامل تی. خدای مهربان تمنیات و مقصودهای نیکی که در دل ها من داریم با فضل کرمت حاصل بگردانی. علی خصوص این روزهای سختی که بندگان تو سپری کرده ایستادند در طی کردن این بیماری که دامن هزارها آدم ها را گرفته است، خدای مهربان این بیماری را از بالای سرمان دور بگردانی. و البته من در هر یک نشست ها و در هر یک گویم وقتی خالگی هایی که پیدا میکنم و همچنانی که امروز به این رسانه ها و اینترنت هایی که فعال هستند نگاه میکنیم، مهنت زحمت طبیبای ما خیلی زیادند. الله مهربان من همیشه در حق اینها با علاهیدگی هم دعا میکنم که امروز خدمت اینها، غیرت اینها، محبت اینها و خیلی که زیاد بر این مردم و بر این ملت است، حتی که اینها برادران عزیز به یگان جای مبالغش از سر امون جانی که خیلی محبت دارد، جانی که بسیاری از ما دوستش می‌داریم، اینها را خدای مهربان آنقدر غیرت داده است، آنقدر ننگ داده است که حتی می‌دانند که این کار به هلاکت هم که باشد، ولی در این کارش ایستادگی دارد. خدای مهربان این ناموس شما را، این غیرت شما را، این محبت شما را باز هم زیاد گردانه و الله مهربان شما را هیچگاه بیمار نگردانه. خدا عمر شما را دراز گردانه. و شما دانین طبیبان عزیز، شما دانین که پیامبر نازنین در حدیث فرموده است که خیر الناس من ینفع الناس، بهترین از بندگان خدا، بهترین از امتان من آن کسی هست که خدمت اونها به بندگان خدا میرسد. کسی خادم است، کسی خدمتگار بندگان خداست. پیامبر نازنین گفت او بهترین مردم در بین مردم به حساب می رود. زین شما از زمره بهترین ها هستین. الله مهربان هم دنیاتون آباد کند، هم آخرتتان آباد کند، هم در این کاری که خیلی دشوار است شما را صبر تید و الله مهربان همه آفت ها را از بالای سرتان دور کند.
انشاءالله من از خدا امید دارم برادرای عزیز، روزی می شود که این هوا با صاف می شود، این غبارها و این مشکلات ها دور می شود، ولی نام شما انشاءالله همیشه بنیکی یاد می شود. همیشه شما را در هر جایی که کسی ببیند احترام شما انشاءالله زیاد می شود، زیرا حقیقتا سهم شما و خدمت شما زیاد است. الله مهربان حفظتان کند، خدای مهربان نگهبانتان باشد. برادران عزیز و گرامی، من الحال در یک مسئله که خیلی در همین دوام یک ماه رمضانم که الله مهربان سپاسگزاری میکنم که هر یک کتابی را که اگر میکشایی در ابتداش صاحب کتاب گفتگی است که الحمدلله الذی جعلنا من الناصحین، حمد و سپاس میگیم تو ای الله که ما را از زمره کسانی گردانیدی که برای مردم ما مصلحت میتیم، ما نصیحت میکنیم. الله را سپاسگزاری میکنم که ما از زمره این آدم ها هستیم. زین لحاظ بر من برادران عزیز و گرامی خیلی و خیلی زنگ های زیاد حتی در همین یک ماه مبارکی، ماه بندگی است، ماه صبر است، ماهی هست که فقط و فقط ما باید در فکری روزه داشتن ما باشیم، در فکری پاداش گرفتن باشیم، در فکری ذکر باشیم، عبادت ما باشیم. ولی افسوس که تشویش های زندگی هم در این ماه هم برادرای عزیز بسیاری از خواهران و دادران ما را نگذاشتن که همین ماه مبارک با همون طریق درست و باید شایدش روزه بیدارن و عبادت کنن. برادران عزیز و گرامی، حضرت علی را پیامبر نازنین ما گفت لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعام. ای علی، اگر به شرط یک آدم در یک آدم تو اگر سببگار شوی و وی راه درست انتخاب کند، از یک شتری که شاید صدها هزار دلار، شتر سرخمو بسیار شتر کمیافت و نایافت است، اگر صدها هزار دلار در خرد و همراه ذبح کند و به مردم تقسیم کند، از اون در دیده این بهتر است که یک آدم شما نصیحت کرده و در راه درست هدایت کنید. از این لحاظ مقصد من چی است که شکایت بی‌نهایت زیاد از زندگی. برادرای عزیز و گرامی، ایرا مقصد گویم هر آدم شاید برای گوش کننده که از زبان من گوش میکند شاید آنقدر متاثر نباشد. برای چی؟ برای که وقتی من تلفن ما گریان میکنم، تلفن وقتی که مقصد صدای همون یک زن میبراید، اولا دلم گواه میتید که این حاضر حتما از زندگی شکایت دارد. بعد وقتی که در دوام مقصد گفتگو، باور کنین آن زاره ها و آن تولا و آن گریه هایی را که از زبان این خواهرها میشنویم، راستی خیلی و خیلی دل آدم پاره می شود. برادر عزیز، اندکک اگر در همین قلبت انصاف باشد یا رحم باشد، به خدای مهربان قسم قرار نشستن نمیتونی. علال خصوص من زین لحاظ امروز من تصمیم گرفتم که من یک نصیحت برای نفرهایی که زندگی ها را سبب ویران شدنشان هستند، من برای اینها یک گوشزده میکنم. از من یک مصلحت، از من یک رسانیدنی، چگونه ای که الله مهربان میگد و ما علینا الا البلاغ المبین، بر ذمه شما فقط همین است که شما به گوش اونها رسانین، همین قدر که اونها آگاهی پیدا کنن که یعنی مقصد در زندگی ها چگونه باید دخالت کنیم، در زندگی ها باید چگونه عمل کنیم. شما ایره به گوششان رسانین، دیگر اونها خوب میکنن بد میکنن، دیگر الله مهربان گفت که دوام این در دست من است. یعنی حال اینها را، کار اینها را الله گفت من حل میکنم.
فقط از شما به اینها رسانیدن است. زین لحاظ منم که یکی از نفرهایی که اگر چنده که لایقم باور کنیم بر این نیستم، ولی بسیاری از خواهرها، بسیاری از مادرها، بسیاری از پدرها وقتی از من خواهش میکنند که در همین باب شما صحبت داشته باشین، من به خدای مهربان قسم، این قسمی حانسی است، با والله قسم که من وقتی سخن اونها را میشنوم دیگر قرار ایستاده نمیتونم. از این لحاظ من برای نفرهایی که اونها ویران کننده زندگی فرزنداشان هستند، من میخواهم در گرد این یک صحبتی داشته باشم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، مادران و پدران خیلی مهربان، شما دانید که زناشوهری این قانون الهی است. خدای مهربان مرد آفرید و زن آفرید تا برای سبب آفرینیش که قرآن میگد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. الله مهربان که یکی از قدرت‌های خودش میگد من مرد آفریدم، من زن آفریدم تا که اینها مقصد با یکدیگر یک جا باشند، تا اینها مقصد یک زندگی را بنیاد کنند، تا اینها صاحب دستگاه و دکان و خانه شوند، تا از جمع اینها فرزندای مقصد به دنیا بیایند. و الله مهربان همین نظام، همین ترتیب خدای مهربان خودش جا به جا گذاری کرده است. از این لحاظ امروز این وقتی که قانون گویم قانون خدا کی باشد، وقتی زن و شوهری که می شود، ما اولا دانیم که این قانون الهی بوده است و در این روز رسیدن هم ما باید شکرگزاری کنیم. بعد از این من نمیخواهم در این باب احترام مرد و احترام زن صحبت کنم، زیرا من قریب در همین برنامه اینترنتی اگر هر یک آدم نگاه کند احترام زن، احترام شوهر، ساعتهای خیلی طولانی من صحبت ها داشتم. دیگر در این لحظه ها اکو نمیخواهم که اونها را تکرار کنم. برای آدمانی که خواهند معلومات گیرند میتونم با همین مقصد مراجعت کنن. انشاءالله امروز این وسیله ها و این واسطه هایی که پیدا شده است کار ما و شما را خیلی آسان کرده است. از این لحاظ فقط من خواستم که همینجا یک چند سوالی که بر من آمد، سوال ها زیاد بود، لیکن همونهایش که من خواستم در ابتدای همین صحبتم به گوش شما رسانم، فقط همونهاش خانم که یکم خواهر زنگ میزند و همچنان در همین کانال گویم نور تیوی هم با چند نوشتجات هایی که آمده است که من از گویم حامله دار هستم. بگذار مثال 4 ماهه یا 5 ماهه گفتگی، اینجا هم حتی اونش هم در چیده است، من حامله دار هستم. ولی از روزی که آمدم در خانه همین خوشتامن و خسول من روز ندارم بابای داملا. یعنی ما با شوهرمون همزبانیم، ما با شوهرمون یکدیگر را میفهمیم، لیکن چیکار کنم که مادرش مجبور دارد که باید این دختر حامله دار نمیشید، باید تو عالی قطعی این 2 سال 3 سال زندگی میکردی، تو خراکتری ای را میفهمیدی، تو ای را باید میدونستی، بعدا مقصد تو از این فرزند میگرفتی. از این لحاظ بابای داملا من در بطنم حاضر فرزند دارم. این مادری بچه گویم خوشتامنش مجبور دارد که رفته این فرزند مقصد از بطن این زن بگیر، تازه کن و
در همین دوام میستیم، صبر میکنیم، میبینیم اگر میشدگی باشد بعد من مقصد عروسا اعلان میکنم انا اینجا دا بعد زندگی ها تونا و مقصد کاراتونا من میبینم گفته یعنی از همون تحت کنترل من از گفته من یگان قدم بیرون نمیشه. اگر مقصد قبول داری مرحمت نداری همون گپی سفسطه پیشینه که شیرا من نمیبخشم من مادری تو نیستم من تر ای خانه پیش میکنم خلاص این خواهر چی میگد بابای داملا آیا من به همین کار راضی شوم یا نشوم شما چی میگین برادرای عزیز در جای من خداتون تصور کنید که در همین خیل سوال باید چی جواب گویین چی جواب گویین اکنون من سوال و جواب دارم بر من مراجعت میکنن همچی یک برادرشون همچی یک نصیحتگر من چی کار کنم باید چی بگم بگم گپی همو خوشتامنی بفهمی به عقلی به فراستی به انصاف تا بگیر من هم خیلی بگم باید سوالی دیگر اینجا چند سوال است لیکن من همون میگم پارچه پارچه همونها را برای شما خانم داملای عزیز از روزی که من این خانه آمدم من زیر طعنه خوشتامنم قرار گرفتم داملا التماس میکنم خاندانی ما از برنامه های شما دائم پیگیری میکنن گوش میکنن یک صحبت درباره طعنه کردن خاصه بر همین طعنه ای که من مالی کم آوردم مقصد شاید بیچاره خیلی دستی کوتاه داشته است نادار بوده است به شرایط بوده است مالی کمتر آورده است تا حاضر میگد من صاحب یک فرزند با یک فرزند دیگر در شکمم تا حاضر میشینیم طعنه ای که تو مالی کم آوردی تو چیزی کم آوردی تو لایق این خانه ما نیستی تو لایق این بچه من نداری گفته برای من طعنه میکنن داملای عزیز در همین باب یک صحبت میکردیم من باور کنین حیران میشم در همین مسئله که وقتی که شما طعنه میکنین تو مالی کم آوردی به انصاف تو چند پول دادی خودت این شما یک چند پول هم $2000 همون $3000 همون $4000 و چی میشود یک دختر تا 18 و 19 تربیه کردن این کاری آسانه این چند $1000 میشود آخی آمدی در خانه گفتی همین تاجیکای ما خودم ماری سیاه کردی 100 نمود زاره و تولا کردی هزارها با روت سیاه و سفید کردی دروغ هم گفتی بچه من ایتری است من خودم ایتریم خط 1000 نیم نشان دادی بردی همین دختره نخوا همین کم آوردن همین سبب همین قدیل سیاهی باشد و شما حیران میشم من $2000 میتی $3000 میتی یک ماشین بار میاره در خانه میسپاره دخترش میاره میسپاره با مورد طعنه آخی زیبی طعنه تو داری زیرا که با $2-3 تو آمده در خاندان دختردار با جبر کردگی $10,000 $20,000 بار بردگی با دخترش بردگی با طعنهش میکنی همون یک تاجیکای ما یک مقال دارن زبانی میگه دزدغر درازه نه که با زبانی تو درازه تا جای خجالت حس کنی که آقا من چی دادم که من از این قدر بار به تو الان که تو عقل فراست داشته باشی هیچگاه به بار و به مال او باید نظر نکنی به اخلاق او نگاه کن به رفتار او نگاه کن هزار حیف میگم بر همون مردهایی که همین خیل خوشتامن ها مثال کلین ها را طعنه میکنن در بر همون زن شیشتگی او یک دهنگب نمیزنی من نمیدونم تو در او خانه تو چی نقش داری تو در او خانه چی نقش میبازی و چرا مثال او وقت طعنه کرد
تو مثال همچی یک رهبری خانه. خداوند در قرآن الرجال قوامون علی النساء گفته است، یعنی رهبر مثال تو همچی یک کلانتری خانه به حساب میره. یک دمک نمیگوی ای مثال زنک اوی چی کاره تو بیا روزمان بته اخی همین گپ شی همین کار شی اخی بار نگاه که تو چند سوم دادی که این قدر بارو به تو از این طلب داری. برادر عزیز من نمیدونم همه کار در دست زنه. بیچاره خودشان میگن من از کجای گپوره از خودشان میگن ای خسرم بسیار آدمی خوبه وای در گپ نمیرسه او را گپ زنی هم نمیمونه. خیلی گپ به تو نرسه گپ زنی نمانند تو در او خانه چی کار میکنی. همون خدا رحمت کنه شیخ سعدی چی میگه یک مصرای شعریش نویسانده بدون میگفت اگر زن ندارد سوی مرد گوش خوب گوش که مرده که زن زندگی بچه تا ویران کیسته خب در خانه تلاطم انداخته سای در خانه مصیبت آورده سای خب لیکن تو وقتی که خاموشی و سخنی نمیگوی من برای تو مراجعت دارم. ترا شیخ سعدی گفته سای اگر زن ندارد سوی مرد گوش سراویل و کهلش در مرد پوش. میگه که بگیرین لباساتون رو عوض کنین لباسای مردکی تبته در دست انمو زن تو لباسای او را تو بپوش برای که دستی تو در این خانه هیچی نمی آمد است. یعنی تو در اون خانه هیچ کس نبوده. بسیار بخشش میپرسم کم کم عصبانی میشم کم کم در احساسات داده میشم اگر چندی من آدم احساساتی نیستم ولی من یک آمار خواندم از مجله گازیته SSR رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزدی بگیم جمهوری تاجیکستان اون وقتا نامشم در همون مقاله گرفتم قاسمزاده ایدیگل بوده است تقا قاسمزاده ایدیگل تقا گازیته SSR از 19 سپتامبر 2019 چی گفته است؟ گفته است در نیم ساله یکم یعنی در 6 ماه عدد طلاق به 6065 رسید که نظر به 2018 411 تا زیاد شدگی است. ببینید در 6 ماه 6065 طلاق یعنی 2011 کمتر بود 2019 باز زیادتر شد. ولی الله دانا با 2020 چی باشد ولی آماراش با میبراید. همه این از دست شما هست از دست شما هست که شما با این کاری بسیار بیرحمانه بسیار کاری زیش شما دست زدین. از خدا بترسین ولی پیامبر نازنینمون در حدیث ها میگد که لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. کسی اگر طعنه کننده باشد کسی لعنت گوینده باشد کسی زبان حقارت کننده داشته باشد پیامبر گفت که اینها باید هیچگاه دعوای ایمانداری نکنند. نگن که ما مؤمنیم نگن ما مسلمانیم. همین آدمایی که ولی در حق همین زندگی های همین دخترای مردم بگیم یا فرزندای خودش جبر میکنن ولی همین شب قدر بود ولی همین شب با 6 دستکو ولی با قرآن خوانده خیلی فکر داره که البته تمام یعنی ما همین کارا را کردیم مقصد وظیفه بندگی به جا آمد. فکر نمیکند که یک زندگی را که تو تأثیر منفی خطا میرسانی چقدر این شبهای قدر چقدر عبادتهای تو را از بین میبرد. پیامبر میگه لیس المؤمن ترا من مؤمن نمیگم. پیامبر نازنین میگه تعیس عبد الدینار و درهم و القطیفه و الخمیسه این اوتی رضیه و این لم یعطا لم یرضا. خدا هلاک کنه بنده های درهم و دیناره
بنده های قالین و بنده های مقصد مال و ملک خدایا را هلاک کنه. برای چی؟ اگر بتیشان راضیان، اگر نتیشان راضی نیستن. علال خصوص به انمو مادرهایی که تانه میزنین و مال میگین و چیز میگین، پیامبر گفته سای تاییز تا هلاک شد میگه، خدا هلاکت کنه تره که سبب زندگی فرزندی تو همون 4 جغل بگیم و 4 تکسری شدگی. من حیران میشم، من امروزا مسئولیتان تماما دیگر شدگی. خیلی که پیامبر نازنین گفته است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، شما در عاصی شدن خالق مخلوق گوش نکنید. من تمام فرزندای شما میدونید که چی میگن، میگن چیکار کنیم بابای دولا، چیکار کنیم. یعنی مقصد شما را دیگه مادرها دوست نمیدارن. و شما فکر نکنید که او گپی تر اجرا کردنش به سبب چی ای؟ به سبب که نمی امر معروف گوش کنی که مادر تا حرمت که پدر تا حرمت که او مقصد همین چیز و یا قپید از حاضر، یا خاطر همین که امروز در جامعه میگن ای پشتی زنش مقصد ای خانه برآمد رفت یا مادرش گوش نکرد، لیکن بگذار همچنان باشد. من برادرای عزیز همه شما را مصلحت میتونم که وقتی مادر تر اگر توصیت کرد که زن تا طلاق که هیچ وقت طلاق نکن، پدرت گوید طلاق که طلاق نکن، آقد میکنم آق که وای آق نیست برادرای عزیز، زیرا اینها به خاطر دین نیستن. همه اینا غرضها دارن، همه اینا مقصدها دارن. در مردم ما وقتی کلین آوردن همچو برای چی میارن؟ برای خدمتگار، یاردمچی نه، همچو فرزند نه، همچو خدمتگار. تو باید که مقصد همیشه در روی پاد راست باشی. تو هیچگاه مقصد حق شیشتن، حق خواب کردن، حق مثال طعام خوب خوردن تو یه حق نداری. تو باید فقط خدمت کنی. تو 100 نامعقول کردگی، 100 نامعقول کردگی. اگر اسلام داشته باشی، مسلمان باشی، تو با تمام کتابهای خدا و رسول تو یک آدم گناهگاری، تو یک آدم ظالمی. برای همین پیامبر نازنین بین حتی هلاک شود همون کسانی که دنبال مال دنیا میدوند یا به خاطر دنیا مقصد این کارها را میکنند. برای همین بسیار من از شما خواهش میکنم مادرای عزیز و کسانی که در زندگی امینا دخالت میکنید، دخالتی خوب کن. ما هم برادرای عزیز کلین داریم، ما هم فرزند داریم، لیکن ما فرزندا را در علایدگی میشونیم، میگم بچه‌ام دعای نیکی من میفارد. خب زناتون قطع معامله شروع کنین، زناتون حرمت کنین، حقارت نکنین بچه‌ام، زناتون نزنین. ما هم الحمدلله 2 تا کلین داریم، ولی همیشه حرکت میکنم که برم در چهره همونها مقصد تبسم بینم. دایی میرم در علایدگی میپرسم شون بچه میگم کمبودی ها دارین، یگان مقصد نفهمی ها هسته بینتون. من در علایدگی از بچم نه، از کلین میپرسم که چیزی که در همینجا باشد من باید برطرف کنم، من باید زندگی اینها را خوب کنم. زیرا که من این کار را به خاطر چی میکنم؟ به خاطر آن میکنم که مرا الله و رسولش امر کردگی است که تا اگر دعوای ایمانداری داری باید انا همچنان باشی. برای همین دادرای عزیز در نسبت زنهاتان هیچ وقت سختگیری نکنید. سخن مادر تای، سخن خواهر تای، سخن اپا تای، سخن اکا تای، اینها را در ترازوی شریعت چنگ کن که ببین که مقابل گفته خدا و پیغمبر نباشه، قبولش کن. از این در بالاتر برادرای عزیز ولی بین اینجا یک سوال دیگه چی آمده است؟ سوال آمده است که انا وقتی خشتامنو از دنیا میگذشت دخترهاش جمع کردو و ایرا من با طریق تلفن گرفتم، من نویسوندم خودم، دخترهاش جمع کردو گفت همان روزی که من از دنیا میگذرم وقتی برای من آب نان میکنین، مقصد همون نانهایی را که بعدی مرده ها میکنن، من از شما گفته است بچه هم وقتی راضی میشم که در همین نان و آبم یگان کلین رحنتی. این وصیت بین
ягон келина раҳнате ки мақсад ҳамун обу ноне ки барои мардум мекунед дар ҳаққи ҷони ман, хоб онҳо даст бизананд. як бор ҳамин суханта агар ту ақл медоштӣ, агар ту фаросат медоштӣ, ту як бор ҳамин васияти кардагита хуб гӯш кун. ё ҳамун хоҳаро модарое ки ё хоҳарое ки ё бародарое ки ҳамин васияти модара гӯш кардем, агар шумо ҳамин кора карда бошед, шумо аз уда бадбахтаред. шумо аз уда бадбахтаред ки вақте ки агар сухани ҳамин модари ҷоҳили беақли нодона вақте қабул мекунед ки ҳатто бин дар зиндагӣ худо доноа ин одам чӣ хел одам бошад, и дар мурдаш ки ин хел васият дора, дар зиндагиш ин инсон инсонам набуда, ин одамам набуда, ин кӯчаи одамгариам гузаштагӣ нест. то ин андозара имрӯз мо расидем ки ҳатто бин и ҷабра бин, и зулма бин. пайғамбари нозанин мегӯяд ман ла ярҳами нос ла ярҳамҳуллоҳ. касе ба мардум раҳм надора, худо ба ӯ раҳм намекунад. анами қадар вайроние ки дар ҳамин омор хондум 6065, анами ай анамо дастҳои нопоки шумо, аз анамо баромадои нодурусти шумо имрӯз бин тамоми фарзандои мо, миллати мо бовар ки саргардонанд. барои ҳамин шумо ба тамоми ҳамон ҳамсоёе ки ҳамин хел занҳое ҳастанд ки дар зиндагии фарзандо дахолати нодуруст мекунанд, шумо дар ҳамсоядорӣ бояд муҳокимаш кунед. шумо бояд бигӯед ки ту ҳақ надорӣ ки дар як табақати ман бишинӣ, зеро ту ин кореро ту кардай, хеле худоро нороҳат кардай. бин пайғамбар мегӯяд абғазул ҳалол илаллоҳи атталоқ. бадтарини ҳалол ба сӯи худо талоқай. вақте худо ғазабнок мешавад дар як коре ки ту нокаси нолоиқ, ту ҳамун корда фарзанда далолат дорӣ, бачам талоқш кун. талоқш намекунӣ, ширма пелат намекунам, тра ман намебахшам, ту фарзанди ман нестӣ. дар як кори далолат дорӣ ки ин кори туда худо ғазабнок мешавад. оли ман як ҳадиса хонда будум, мега пеши шайтон вақте ки фарзандош ҳар бегаи маълумот доданӣ мераванд ку чӣ кор кардан дар ҳаққи бандаои худ. ҳояташ меравад, мега ман ҳаракат кардам ки имрӯз як одами намозхон буд, 5 вақт намозша нахон. мега модар ё падари ҳамун шайтон мега барои ӯ ҳеҷ мақсад лаззате намебахшад. дигарш мияд мега имрӯз ман як мусалмона мақсад васвосе кардам ки рӯзаша хурд, инашам таъсир намегзорад. дигарш мияд мега ман васвосш кардам имрӯз мақсад даст ба нӯшобаҳои спиртӣ зад, инаш дам мега аҳамият намедиҳад. мега як каса ба қатл расонид, инаш дам аҳамият намедиҳад. мега вақте як фарзандаш мегӯяд имрӯз ман мақсадан тари як хуштомани бефаҳми беақла ёфтам, васвосш кардам, дарав гирифт мисол байни бачашу байни духтараш ҷудоӣ андохт, бачаак занша талоқ кард. мега модараш ҳамун шайтон мега мия аз пешонии бачаш буса мекунад, мегӯяд ки ана он коре ки ман мехостум та анҷом додӣ. яъне бубин, яъне дар он коре ки аллоҳро қаҳрш меяд, ғазабш меояд, аршш меҷунбад, ту ҳамун кора кардӣ. зеро ки шайтон душмани аллоҳ аст. вай ҳамеша хоҳиша меяд ки худо нороҳат бошад. агар ту ҳам ҳамин коре ки кунӣ, ту ай шайтон чӣ фарқ дорӣ? вақте ҳамин кори зишт ай дасти ту гузашт, ту ай шайтон чӣ фарқ дорӣ? ваям хурсанд, ту ҳам хурсанд, ҳар ду як чизе. худои меҳрубон оқибатҳомона ба хайр кунад, эмономона бо саломат нигаҳ. як муроҷиат буд, як муроҷиат буд бар хуштоманҳо, бар хусурҳо, бар гӯем ҳамун нафарҳое ки дар ҳамун хона ҳастанд ки сари бигем ҳамун бачара ё ки ҳамун келина ё бачашона вайрон мекунанд,
با این روزی بد میارن شون یا مراجعت بر اونا که با این کار دست نزنین، حرکت کنین، زندگی های خوب ببینن. دارد کمبودی دارد، که بی کمبودی؟ پیامبر میگه کل بنی آدم خطاون، همه فرزند آدم خطاکاره، کدامش بی خطاه؟ هیچی گپی نی. شما کلانترین، مصلحت کنین، نصیحتش کنین، در علایدگی بیا رنگ فرزند خودت سرکش سیله که وای بگیم در یک هوای دیگر آمده است، در یک منزل دیگر آمده است. خب او با این کار و بار شمالی آشنایی ندارد، او را مطابق همان هوای خاندانت بکن، تربیهش کن. کیبانوگی ندارد، کیبانوگیش بیاموز. ببین یگان کارش نادرست است، بفرم بچه که من این کارک نادرسته، این کارت خوب کن. بچه یگان سخن قبی و نادرست میگه، بچه تا سخیری کن. انشاءالله اینجا در بعد همه کارها گل میشود، همه کارها نیک میشود. بعد شما از این گفته هایی که من خیلی ممکن سخنی سخت قبی هم گفته باشم، شما این حالت از این سخنان رهایی دارید. به خدا چیزی گفتم به خاطر خدا گفتگیم. حتی میدونید که نمی شب قدر بود، در همین شب قدرم مرا زنگ زدن که هم خیلی احوال جنگ داریم و جنجال داریم و چیکار کنیم. شما ببینید این روزهایی که در این روزهایی که اولی شیطان ها بگیم بندن، ای تو ای تری بدبختی میکنی، ای پگه ای ماه بگذرد، ای میدونی که با حال تو چی میشه. برای همین بگذار همین زندگی او قدر عمر درازی نداره، بگذار همین زندگی های آسوده ببینن، روزهای خوب ببینن. شما هم مقصد از معامله درستی اونها راحت کنین. انشاءالله این کلین های را که ما میاریم، ما را به حیث خدمتگار نمیاریم، به حیث همچه یک یاردم چی میاریم، همچه در پهلوک من یک دست مونه بگیرم. برای آن میاریم که در یک علایدگی قطیش بشینیم، یک دل مونه خالی کنیم، یک صحبت ها مونه کنیم، یک چقچقا مونه گفته مردمی تاجیک بکنیم. نه به خاطر اینها را جبر کردن و ظلم کردن و تا جای رسید کار که حتی در مرداتان باید اینا دستشون دراز نکنن، یا تا جای کار رسید است که حامله دار است حملی او را باید دور کنی، آلی من را 3 سال می سنجم. این کارها را نکنین مادرای عزیز، خواهرای عزیز. همیشه حرکت کنین، هر کاری را که میکنین فراموش نکنین که الجزا من جنس العمل است. این دنیا به صاحب نیست. تو را آبی چشم شد در رخسارش میریزانی یا غم در دلی او میدراری، این بی جواب نمیمانه. حتما تن در یگان مصیبت و مشکلات یگان بدبختی میزنی. برای همین همه طرف فکر کن. الله مهربان عمر دراز و ایمان کامل و با آنچه گفتیم خداوند توفیق عمل کردنش نصیب ما گردانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.